ها گیلک جان اشته مو کنده جاجوره خیلی خوبی خیریت اینجا استادی همینجا بس ساده بیکارم خوب کار غریبی دیگه نداری دیگه نه بگو ها یک سوالی بعد سوال کنم از تو یک سوال از من سوال کنیم گپ بزنی مجرد یا متحیل من متحیلم زن ندارم اصلا یعنی زن نداری؟ نه متحیلم من خب چه برو من 35 سال میشه متحیلم چه برو تو رمضان اینا به قصه تو نیه البته اشته مثلا یعنی تو نمزاد داره میکنه نمزاد داره پیدا نمیشه پیدا نمیشه البته چیزایی که من بستونه نیم میگم اوشیارا تو نمستونه دیونا هم کنیه مثلا سرقی ها باشه مثل من خب بستونه ها دل اومای که تو دومات خوب کنم میشی؟ حقیقت نستگی دیگه با شب برو تو اگه با قصه تو باشه اما انا دومات شمونم برو من خلاصه دیگه نه برو تو بیان بخصوص بیان دیگه اینجا کنه میشه دیگه شما مسرا خو میرید ما میرم مسرا میرم خب خوشم دیگه لگو همال بیاین هر ساعتی میایم بیایم بخونه دیگه مزاق نمیگی من نه دیگه چه مزاق بگم خودتو گردن شما بعد مزاق نمیگی من خودتو شوخی دارم نه شوخی نه مزاق نمیگی نه کو بگین گردن ببندم مزاق نمیگم گردن بند باشه اگر مزاق کنم خودتو من میرم خداحافظ خوش آمدین کاکا خسور کاکا خسور ماما کندیل چه زمون کجکیر میگیم یا زبدگاکه هر کدوم مثل عرستکی عرستکیه حال که به جام پیار مونه و ما به جام مدار مونه خدا برو خوب بگو هن امیتا میگه متعیل یا خوندار گفتم متعیل میگه بیا تو سعی کده من چه کار کنم بعد از تعذیب بزی گفتم تو همین سمینار رو برون باغچر اودی که نوبته داره این رو بیامدم میبینم چه هست جگانی درک نداره چه کار کنم بعد از تعذیب من نمیفهم همین سر نمی برار خو گیله که این یک ما دو ما میشه اصلا هیچ کار نمیکنه هیچی این سال به درد ما نخورد هیچی به اندازی اکثر سوزانی به درد ما نخورد این سال من میشم که من خاطر مگر فعلا مزدور بگیرم که برار ما کار نمیکنه خوی پا ما چه کار کنم دیگه چه کار کنم ما دیگه دست ازی چی خاک سیاه صرف کنم ای تا هم میشه هم که میره قید میشه یک روز ترشون گمه آنه بیا ما بیا یا و کجا بدیه؟ کجا بدی؟ برفتم تا مله و تو نگفتم باغچه پشت او که نوبته دادیم امرو خب چرا او ندادی؟ خود وفاش 10 تا خرگوشا بردم صبح اینا بیش پیشید مادر میگفت چیز کرده خونار قلبه کرده انا یعنی همون خرگوشا مهمتر بود یا باغچه او دادن؟ تو امیر به ما بگو خرگوشا بیش پیشید اگه نجی هم خوب خریدم اینجا پشت زیر میز خواهی کردیم وای 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 نه نمیگو خیال میکنه من پولیس نیم که نه من یه دیگه راه رو من پام هیچ بار داره چیزی خب حال داستان باغچه هست و پرسان میکنه یعنی کنه چه کم خود سال با 12 هم بالا میشه کم بپید من دیشب بترسیدم که چه کار شده؟ دیشب بترسیدم من چون کی بیده کفامو بخورم یک بار اخر بیدار شدم سعی میکنم ایشکینیه خب من ارتینی مایم من نازبات دار کن چه کار شده؟ ارتینی ما دیواره بگو خب ارتینی ما نازبات دار کن ارتینی می عقل کمال می تو اگه به فکر عقل کمال کار یاد میگیرم من عقل کمال می ای تا که پا خوب سر تو میشه به ارتینه به زیوانه میشه که به تو میگم برو به سر زمین ها اما مردم لکه زن کردم من بموندم من لکه زن ندارم من لکه زن نداری همه مردم عقل کمال دارن که زن کردم تو بی عقل بی کمال تو سرکله افرام خورسای کو
و چکار کنم یاد نمیگیرم هرچی میگم یاد گیرم یاد نمیگیرم نمیای به پیش من عقل کمال خب یار عقل کمال تو را اگه ببینه این تنیه عده جریب دیگه را خورگون میکنم جمله تو امال 10 سال دیگه بمونده که عقل کمال یاد گیری بفهمیدی زن کردن که بجا خوبه رسه باشه و بر من جمعه زن لنگ من بسته کو چکار میشه کجا تو لنگ تو بسته کنم من درک دارم کجا درک داری این ماما کنده او من به تاکیشه سرا خوب دیدم به تاک گیلک او خوش آمد کردم مجایل خونه داری یا متایل گفتم متایل گو بیا من دختر خود میدم تو خب گو بیا بیا کسی خیلی دست خیلی خود تو من بگه بگه حله هم گو حله دیگه با کار میکنم من یعنی اون ماما کندل دختر خود تو ساده میده بیشتر نمیده تو خیال میکنی و از من هوشیارتره گردن آمد ماما کندل ما یا بیارگی 70 سال قج رو میده دیگه پا خور به جای نزنه که بعده خب بیا بریم چه کار میشه کجا برم؟ سر ماما کندل خب گیله برارم تو خوال خود تو من خو میفهم من بفهمیدم اول ابتدا که تو دهن خور کردی که تو 3-4 ماه میشه دست رو به کار نمیزنی امینه که تو یک جای زیر چیش کردی خب همینه دیگه بیا بریم من چیز نه خود مرتکه گفتم خود مرتکه بگو بیا که دومات منی پس او میفهم که من گو به تا کوچه مال فاته کنم همین تو شیاری پس از تو تخت کمتره یا دیگه خب شاید 10 تختی و از من بیشتر بالا کرده باشه حالا که تو ایته میگی خب من میرم اما من 2 شرط دارم خب شرط اول می اینه که اونجا رفتیم به خونه ماما کندل اصلا تو کلمه دهن خروان نمیکنی چره به خاطر که برادرم هم تو به گبز نمیفهم که تو سادی خب شرط دیگه من اینه که اگه دختر خود به خیر خوشی به تو داد مثل برق ولی کار میکنه کبر یعنی من فرض المثل میگم خب فرض المثل خب بریم دیگه کجا بریم یاره به قبرستان خب بریم به خونه ماما کندل خب تو میگی به قبرستان بریم دیگه با خونه که ماما کندل چه بریم لا بم خونی همون میگم بریم یاره دیگه یاره دیگه که عقل میده گو بیا میدم من میده کی؟ سلام اینا کجاه؟ سلام ماما کندل امینه مطمئنی که اینه؟ امینه من هر روز بزی محله میام از اون محله خود میام از این محله مانه نکه به چگه اکتور کلیزو میکنه نکو مومو جون مانه سلام علیکم سلام منزل آمشون جنجور خیلیت ما بچه اصلا جاز کلده این عقله بالا ما پیار چوب کنه ببخشیم شما بچه ماما کندل این؟ بله ما بچه ها ماما غلام حسن هم از تله بالا بیار شما بخونه یا؟ بله فقط بگیم برای اینا بگیم این نفر از تله بالا بیامدن از دیوارا شما نه بیامدن به شما کار داریم خیلی که چی گم؟ کار داریم به پیار شما کار خیلی شما کجایی؟ تله بالا بغل مولا بچه اصلا جاز کلده اومد بچه ماما غلام حسنه باشه من خب تو نمیگم پرگپی نکنه خب بچه اصلا جز کرده من حیات ما میره چطور آدم میگه بچه اصلا جز کرده او بله 2 نفر هم درس را آمدن خب امیت بیان درس تیتی کن در هوا کردن میگه یک بچه ساده مونندیه یک دیگه هم تو چاپ کلونیه میگه ما از غلی بالاییم تو به چی ما کندیلی گفتیم بله هوا فرمایی میگه بیار تو سرای گفتیم ما گفتن بگیم که یک یامله رگیم مکنون نمیشناسم از غلی بالا از کجا؟ از غلی بالا علی بالا؟ بله ها مکنون نمیشناسم ما چه با یک بچه سادیه نه گفتن چی ماه؟ نه گفتن بیار تو کردن خب برو بگو بیایم سر بی آه بفرمایید یا الله یا الله بفرمایید یا الله سلام علیکم ماما جان شما خوب بخیر سلامت خیالت بخیر چیکار کنم؟ خوش اومد کو تو نگفتی چوب باشیم
ماما کندل من بچه هستن جز کله منقله بالا از پلو کالبا لومبیده زیر بیدا من بیامدن که من به گلمی خود قبول کنیم چوب کنک تو ماما کندل بله ما بچه ها ماما غلام حسن منقله پی زیر بیدا بله من بیامدن شما می گیلک برور من رمضان نم داره ما پیار نداریم خدا من پیار ما بیامدن جمعی رفتگانه هنه بیامدن شما می برور من به گلمی خود قبول کنیم خب گپینی خود چی وظیفه داری؟ شغل تو چیه؟ آها ماما کندل جا شما خیلی از سر دم پیشی تا به سر دم نماشوم ما قبر کنم قبرکن یا؟ از سر دم صبح تا به سر دم چاشت من نانه شفاخونه یم بابا شفاخونه چه کاری بابا؟ چه کاری شفاخونه؟ بابا شفاخونه یم من بابا شفاخونه ماما کندل گیلک برار من در کنار از این شغلا خونم خدا 10-15 هنر داره نه 20-50 پا من هم حساب کن 20-50 هنر داره ماما کندل نمی تو شاعری هستون که به افغانستان شیرا من کسی نمیگه میگو گیلا این گوتی هم میدون یک شیره بگو خسور خوب بگم بگو دیگه تو را سکرین بلا بینم کفان بگردن کسی به کسی کاری نباشه چه خود بیا پونه بکن منارار بکنیم شلی بکاریم میان شلی ها میگوره جله جله بیشتر گیلا تو یک چور بیتی هم بخون به خسور خور آی به قربانی دم دروازه میشم صدا تور میشنم بزغاله میشم ای جان حباب یاد نبیبی چه با سر چیزا خو میخندی با سر خاطر یاد نبیبی ماما های صدا تور میشنم از دور و نزدیک مثال قمچه خالتازه میشم ای نازنینم خدا قسمت کنه دختر تور بگیرم خب ماما کنده من الان شما بگین که از این برارک ما چند پیشکش میستانه ما خیلی آدم ها قریبی باور کنیم ما مثل مسکینه هستیم که موشا خونه من گوشنگی لبرس میره میفهم گیلا من میبودم مادا خود پولم میدم رفت شته اگه دختر را خراس کردم خیلی بینی یعنی شما پیشکش نمیستانه پیشکش نمیستم چرا لالا؟ دختر پولم میدم اسم شما چیه؟ عباس عباس چرا پول نمیستونه پیار شما؟ ما میت بیا میت یک خساری داریم دادم که میدم پولم میده به دومات خیلی بینیم خداوند شما پیر بچار به دین دنیا کار نکنه نه خدا پیر رکتور بیامون نیکو مثل تو دختر دارم خوبه یک 40 سال عمرینه ها اگر عروس کردم بودم تو 40,000 پول میدم یک دیگه 50 سال عمرینه ها اگر عروس کردم بودم تو 50,000 پول میدم بفهمیدی کو خوب یک دیگه 60 سال عمرینه اگر عروس کردم بودم تو 60,000 پول میدم رفیق یک دختر ما کندل نداره که 100 ساله باشه یک لکی به ما بدین چند؟ 1 لک می چکا سرمایه میگم بدین 100 ساله؟ ها این برای سرمایه شوخی ما کندل شما دل خو نگیریم این تکام شوخی شوخی که گپ با مرج گپ میزنه تو نگفتم پرگپی نکنه خود اینا میگم 100 ساله 60 ساله داره 60,000 میدم با تو نگفتم تو با مرج و دوغا خود شلات نده پرگپی نکو اول با تو چی گفتم؟ من باید اینجا برارتونم بیامدم تو نمزاده کنم و تو گفتم پرگپی نکو خب عقل اینو نمیکشه آخی عقل کی مایه بکشه با خورده میکشه الان خود تو میفهمی معامله توی عروسی اول تو نیه بفهمیدی که توی تا دوغا خود شلاب میدی خود تو میفهمی معامله تو خود تو علف اصل کن معامله خود بخیل الله تا راسه کسی نباشه خود تو معامله خود حل کن اینجا میگو لالا بیا برا دیوانی خورم ببره بیا دیگه بیا برا دیوانی خواب موجود وقتی کنم تام وقتی بیان شما کندل وقتی ماما شما سعی کنید چه کاره؟
من پول نمایم پیشکش میده باشه. بابا کی به تو دختر داد؟ من مال قلک درش. کی به تو دختر داد؟ بابا شما سعی کنید. حیف دادی من نکردی که از اول بیان بشیش تکمی تریز بگفت توی 40 تخته کم داره. من قلک من در کلمه کار میکنه. ماما من قلک دارم، من قلک انداختم، من ازری پی و پینجری پیه مادر من چیز کرده. وقتی پینجری پی و ازری. وقتی پیار خواهد وقتی. پول نما. وقتی برو وقتی پیار خواهد وقتی از من خراب نکن. 40 ساله بده. وقتی نگاه وقتی. کلنگ نده ماما. خب وقتی برو دیگه. کجا برو؟ وقتی برو وقتی. بسرعه خواه شما قبرستان. رو گفتیم بیا میدم. وقتی تو رو میزنم وقتی که میفهمی از من خراب نکن. تا خلو جنگ نخیم رو اتکاف بده. وقتی برو میگم. وقتی خوبه ماما جان. وقتی برو وقتی. بده. تیز. برو دیگه. بیا بیشی بری. برو. خوبه ماما جان چش. بده. انا من متى تلفزيون اعلان میکنم میگم یه بیعقلیه. برو رسول میگی برو. برو دیگه. یک لک ماه فقط دیگه که برای سرمایه میگردم. مقدر فکر نمیکنه. بابا شما گفته بودیم از این. چی؟ تا کچه بری با گفته بودیم. ما کوش اگه دیده باشم. کچه این تیگف میزنه. اشتباه کرده. من دختر خود تنیر میکنم. بابا این من میبینم 50 تحتمال کم داره. براره برم. آدم دیونیه. چی فایده داره؟ زندگی داده و خراب میشه. وای. اشتی چیزا میره. یک لک بده. امینه السلام علیکم. سلام. شما خوبین بخیری؟ بگم کیا شما بخونی هم بله بفرمایید. میشم کیا صداتون چرا؟ کار دارم ما خسرونی. چی؟ خسرونای ما خسرونای. خسرونا. بله. ابی برو خو ما اونم زدار اینا بله ماما جون جان من یک خواهر دارم 40 ساله، یک خواهر دارم 50 ساله، یک خواهر دارم 60 ساله. خیلی بیدید. کدی وقت بنزین میخوره دیگه ما خسرونی نمیدیم ها برای برو بابا چی خورد بریم اتفاق خو بریم. بنزین نمیخوره نیم دیگه. خیلی مامایو من 60 ساله رمدیم. کیا خو شما صدا کنید ما پیار چی وقت دارن خودی گپ زنین دیگه. خود شما چی گپ زنید یالا کنی بفرمایید. بس یالا کنید که ما بریم چی پیام چی من انگار خب ما خود شما چی بگم ما شما چی بگم چی بگم من میته بگم دیگه خب زی کی میخوری چند ساله ای شما نمیفهمید چند ساله ای 25 سالیه خب 25 ساله خودی 40 ساله چی فرق میکنه بیا صدا کنید چی نداره سر از میگه پا چی میشه من خیشی سر از چی میشه چی دار؟ میبینیم. میگه عدل سلام ما رو زن. بابا میره بخونی چی؟ میه و تا کجا میشه به یک 40 سالی یک 50 سالی یک 60 سالی بابا ها با دو نفر بیارم دیگه بیارن درس را به چی خاطره؟ به خاطر این موضوع نوزدگی چرا اینا رخصت نکردی؟ بابا هر چی موضوع میگم میگه تو رو پیار جیغ کن میگه داره جمال میگم نیه برو میگه من خودی مگبزه خب چی؟ یا خود خوب یاد بگی نوزدار میکنه اگه من برو اینا رو بیاب میکنم برو اینا رخصت کن که برم بابا زمان ما خمو کشید هر چی موضوع میگم کنیه من خودی مگبزه پیار واسه خرابه میگه تو برو جیغ کن خیره بیا بابا بله جانو نرسه که برو اینا بیاب نکن من دیگه پیدا شدم بیا مادام دیگه تام بله بفرمایید سلام علیکم. و علیکم بفرمایید خسرونی آمدن کوکو به کی؟ بریم برو برای کوکو برای کار بر چرا برای کوکو جون بابا برای جان ما بیامدیم بخونی. برای کوکو برای کار کنیم برای اصلا خراب نکن برای دیگه بریم ماما برای نه چرا بریم اینجوری باشه بابا چکاره؟ برو کوکو برای کار کن برو دیگه بابا چرا اعصاب شما خرابه برو که اصلا خراب دیگه برو ما با خسرونی آمدیم ما با جنگ نآمدیم کوکو کوکو جون نمیدون دخترا خوب
برو کاکا برای کار خور برو زکه آخه ما با عمر خیلی آمادیم برو کاکا برو یک گوشه میگه برو برای کار خورو خود یک گوشه قد خو یعنی چی کاکا برو کاکا برای کار خورو برای کسا چه در وکیلی بالا دینو برای برات کار برای کاکا برای کار خوری دیگه درس را ما نیایی چه مردم یعنی عجب مردمیم شما برو گپ مفت نزی برو گپ مفتو ندی تو میگم برو برو کاکا که به خدا تو تو این درسات تیکو بیار بچه گدا بودی ای شما که بیا بودیم به سرای شما تو نگو کاکا نره اینا لالا دخترها اینا چیزا خلق اوه آخری مردم اشته میفهمه کردم بیا درس را کنم کی از اینا گفته که ما کنده دخترها خو میرم بشو اونا خبر شدن مثل که یک چیز با فهم شدن که واسه من دامادا خود پول میدون که دخترها خو عروس کردن با دامادا خود پول میدون بفهمیدی شما مخته کنه که پولم میده همون تا خجالت نمیکشه که تو یک کجا قد تو بیا میدی صبح خصوصی دختر 40 سال عمره نه میگم 25 ساله 25 سالیه بله یا خوی کجا نواسه گفته میشه کو بابا این مشکل شد واسه کنه اگه درس راز بعد اگه شلوغ نشد در چی واسه میگی وای مگر شما یک سر جواب دین ما یک سر در بکنم برو اینا خجالت نمیکشم اینو انا حالا مخته شدم میاد دیگه وظیفه اینو دیگه وظیفه ما که دعوا کردن دیگه در روی نمو نکنی خود جواب میدن چی بودم ها؟ میگم بابا مخوام آقا بگو خیام برو